من تضمین میکنم تمام مسیحی ها در امنیت کامل خواهند بود. تک تک اونها، زنها، کودکان، پیرها، همه شوالیه ها و سربازان تو و ملکه شما. پادشاه شما رو همونطور که هست به شما تحویل میدم تا خداوند سرنوشتش رو رقم بزنه. هیچ کس آسیبی نمیبینه. به خداوند قسم میخورم. همکیشان من وقتی شهر رو تسخیر کردن تمام مسلمان های شهر رو از دم تیغ گذروندن. من مثل اونا نیستم. من یک مسلمانم، صلاح الدین.